سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی سریع و خلاصه میخوام بهتون 3 تا مؤلفه خیلی مهم که توی روابط بین فردی باید بهش دقت زیادی داشته باشین و یادآوری کنم. این مؤلفات چیا هستن؟ احترام، شجاعت، ذهنیت فراوانی. احترام یعنی اینکه فردی که دارید انتخاب میکنید باهاش ارتباط داشته باشید توی هر جایگاهی که هست ارزش‌هایی داره و برای این ارزش‌ها پایبنده. این ارزش‌ها میتونن مثل امانتداری، راستگویی، قضاوت نکردن از این موارد باشن. سراغ گزینه دوم که بریم یعنی شجاعت، یعنی اینکه فرد شجاعت اینو داشته باشه که شما اگر یه جایی از مسیر زندگی رو داری اشتباه میری، همراه با احترام بهت یادآوری کنه که داری اشتباه میری، بهت گوشزد کنه. یعنی تصورات کاذب بهت نده با مدام تایید کردن تو. گزینه سوم یا مؤلفه سوم که خیلی از همه مهمتره به نظر من، داشتن ذهنیت فراوانیه. ذهنیت فراوانی حرف مقابل شما بر این باور باشه که زندگی خوب برای همه است. اینجوری نیست که زندگی خوب یا برای منه یا برای دیگری. پس اگر برای یکی قراره باشه مثلا من با لگد بزنم زندگی اونو خراب کنم تا خودم زندگی خوبی داشته باشم. دقیقاً این ذهنیت کمبوده. ذهنیت کمبود باعث میشه که فرد نتونه موفق شدن و پیشرفت شما رو ببینه و سعی و تلاش برای داره که با پایین کشیدن شما خودش رو به بالا برسونه. یعنی این باور ذهنیشه. اما کسی که ذهنیت فراوانی داره میگه زندگی خوب برای همه است، پس بذار من یا خیر برسونم یا حداقل